خدیجه شما بفرمایید. سلام علیکم و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین سوبا جان؟ الحمدلله. احبکم الله الذی احببتنی فی خارم. الله شما را دوست بدارد. آمین. سوبا جان امین وقتی که یک کسی یک چیز وعده میدهی و بعد خیلی یک روز یک کسی یک چی وعده دادمو کم ترگپامو گریخت همون چیز حالی هم خیمون دای های قرضدار شدم از سوزم. وعده قرض است خواهرم. وعده قرض است و آیت ها یا گفتیم نشانه های منافق است که انسان وعده کند و خلاف کند و حتی او کافر باشد هم جنگ و جنجال یک طرفی است. شما باید به وعدتان وفا کنید، بدهید آن را در نزد پروردگار شما عزت میگیرید و شاید آن انسان هم با این به وعده وفا کردن شما دیگر قلبش نرم می شود و مشکلی ها بین شما حل می شود. استاد جان سوالی دیگر امین گروپ های خشتبار هستن که حوزه خیلی چی فبر اومدن نمیدونم خیلی خشتبار ما گروپ ها کردن خیلی راست دیگه استاد در اونجا روزی دراز امین خیلی دیر اجدین و گپی نه دینی فایده نه گپی دینی یا جنت دنیوی یگان هیچ فایده نیست. یه بعض وقت یک چیزی میخوام راستون مثال در اونجا میپردم هم خاموش یک کسی دیر اجدین یا چی پرتایا این هر کسی هر طرف تبریک و فلان ها بیمدن یک گپی سخن یک سخنی الله یا رسول اگر در اونجا یک چی بود یک کسی یک سخن گپ نمیگه همین چیز من رو ناراحت میکنم. میخوام همینجا برو مصطفی آیا این کبر وای نمیشه؟ نه کبر نمیشود، خوب میشود. خوب میشود خواهرم. از صفات های مؤمنان این است که و اذا مروا باللغو مروا کراما، از پیش لغو وقتی میگذرند آنها با احترام خود با آن آمیخته نشده میگذرند. یعنی شما حتی گناهگار نیست با این ثواب میگیرید، ترکش کنید و یقین بدانید که با خویش و تباری که دین رجده نمیگویند و روزی دراز با گپای پوچ آمیخته هستند و شما وقتی چیز نصیحت کردنی هستید یعنی سکوتی آنها معنیش چیزی نمیخواهند، در اونجا فقط خود رو به گناه آمیخته میکنید. یعنی برآمدنتون برعکس خوب است، ولی خوب میشد اگه چی نویسته برایت که من مثلا به خاطر اینکه دستم نمیرسد که اینجا داخل شوم یا مثلا چیزهایی که اینجا هست مثلا به من راست نمیگیرد میبرایم، لیکن با همتون در سلام علیکم در ارتباطم گفته برایت، لیکن حتما این گروه ها رو ترک کنید. من شخصا دوستان نزدیکی هم اگر یک گروه کشند و در یک روز 5 بار یگان چیز بیهوده آید مثلا همون فوراً از اونجا خارج میشوم. به این وقت ندارم و اذیتم میکند که مثلا این عمری کوتاه این وقتایی که نمیدونیم فردا سلامتیمون در جایش هست یا نه، این چشمان فردا میبینن یا نه، باید فقط امروز کی چی پختو کی چی گفته مثلا گجاره با این گذرونه. حتما از اون خارج شوید. جزاک الله خیر استاد جان. و یکم خواهر 768 بفرمایید شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من سوال داشتم اگر ایلاجش باشه که سوال برای پوکی هستی یعنی که زن در حالتی که حیض ببیند و میدوند که در آخر حالت روزهای حیض بدوند که همین روز باید که پوکی خود را بیند و همون روز او مقصد که به جای می رود که در آنجا امکانیت غسل کردن ندارد. زن می تواند پیش از اون که پاکی خود را بیند اول غسل کند و بعدا به راه براید. مقصد در وقت نماز که شد با همون غسل که سحر تا زمانی که یقین نکردید که پاک هستید شما غسل گرفته نمی توانید. برای اینکه بعضا ما میدونیم که امروز پاک میشوید اما پاک نمیشوید. یعنی جسم زن همین گونه هست، شما تا یقین نکردید نمیتوانید که غسل کنید. اگر مبادا که دیده مونده مقصد تا خانه آمدن تا نماز شام میشد گفتن میشد در این حالت ما نماز ما قضا میشد. خواهرم شما پاک دیدنتون فرض است پیش از غسل کردن، از روی گمانتون نمیشود کردن. بعد آمده قضا میخوانید. اگر یکی گفتید که نه من پاک شده بودم در اینجا احتیاطاً عموما نماز پیشین بود یا عصر بود میخوانید، لیکن پاکی رو ندیده من به گمانم امروز پاک میشوم گفتن درست نیست. برای اون که اکثریت این چیز خطا میشود، بعضا کمی زرده چیزی دیگری میآید. بله منظورم که بعض انسان ها مقصد 4 روز میشن یا 6 روز میشن از همون این تخمین از همون روز تخمینا من جواب دادم حاضر که تخمینا شما غسل نمیگیرید. سوال دیگه این است که من درباره گپ زدید که
انسان ها خودشان را به دیگر، یعنی که اون چیزی که خداوند را خلق کرده است و آفریده است به اون دیگر چیز مثال گیریم که بینیشون را راست میکنه، لبشون را دم میکنه، خیلی به خلق کرده خداوند راضی نیستن، دیگر عمل ها را اجرا میکنه. اما در همینجا یک حالی از یک عادت شده است در بین زنهای همین تاجیکستان که رفته در نزد دخترها همون دهن بچه‌دان خود را تنگ میکنه، یعنی میدوزن به خاطر که همه شوهرها ما با ما ماند و دیگر مقصد نظرشون دیگر طرف نرود گفته همه ویا میکنن، همه عمله با گرچند بسیاری اونها اگر بعضیشون بیمار باشن قریب 50-100% 80% اونها بگیم که در سلامت هستن، اما این کار رو میکنن. این هم به خلق کرده خداوند یکون تغییرات دادن است. از چند جهت این چیز ممکن است خواهم. یکم کشف عورت می شود وقتی که شما جراحی میگذرانند و کشف عورت فقط در حالتهای ضروری ممکن است، این چیز ضرورت نیست. یک دوم پروردگار، یعنی مادر و بیبی و ماما و داشتیم، پروردگار جسم زن را طوری آفریده است که پس از تولد مدت تمامی اعضای جسمش به خود می آید، یعنی خواه و نخواه. سیوم این که خواهرایی که مثلا به خاطر شوهر، من میدونم بعضیا قش میچینند، بعضیا مثلا به نزدیکی کسی، یعنی با خواهر صحبت کردم تا 10,000 یورو میگه صرف میکنم خود رو خراب میکنم با اپراتسیا که شوهرم به کسی دیگر نرود. من پیشتر هم گفتم خواهرها شما با جسم خود شوهر رو به خود جلب نمیکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت خدیجه که از خود 15 سال کلان بودند تمام عمر جوانی خود را دادند و پس از مرگش هم یگانه زنی بود که وقتی یادآور می شدند تبسم می کردند و حتی وقتی قربانی می کردند دوگانه های خدیجه را می گفتند که به آنها چیزی فرستم. زن با جسم خود همسر خود را به خود شکار نمی کند یا قلب او را گرم نمی کند. تو با اخلاقت، با حمایت، با پشت او را گرفتن، در کدام وقت غضب دارد تو باید ساکت باشی، در کدام وقت خوشحال است تو خوشحالیش را زهر نکنی، او که را احترام میکند تو باید احترام کنی، او از تو اساسا در خانه چی میخواهد باید اون را مهیا کنی. با این زن شوهر خود را به خود جلب میکنه، نه با معده و کلان کردن جسم خود که با این هم گناهکار میشوید، هم اسراف پول است. و یقین بدانید یگان شوهر با این چیز به شما نمیچسبد، گپ گفته دروغ است و اساس هم ندارد. و این هم باز یک راه تجارتی بعضی از طبیبان است که این گونه از زنها خیلی دارن پول میگیرن. جزاک الله خیر. و یکم خواهر گلناره بفرمایید. خواهرم شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال دارم که پدر مادر اجباری و به شوهر داده بودم، مدت 5 سال به فکرم گذشت. میگه که اون وقت مادرم بیمار بود، خاطر دیدم، صبر کردم. بعدا در نزد مادرم قسم خورده بودم که از شوهرم طلاق من نمیگیرم. هم وعده دادم، قسم خوردم. این خواهر میگه که نیم سال شد مادرم از دنیا گذشتن. اکنون من در حالت از دنیا گذشتن مادرم میتوانم که طلاق من از شوهرم گیرم و زندگی نکنم در این حالت. بعد قسم وعده من چی میشه گفته سوال خواهرم سبب طلاق گرفتنشون چه است؟ میگه از اول رنگی که به فکرم راست نگرفتم استاذه، نمیدونم سببش زیاد میگه در قصه دور و دراز. فرزند داره؟ میگه راست نمیگیریم. فرزند داره؟ ها، یک تا فرزند داشتم. خواهرم در مسئله طلاق اینها خیر من به جزئیات داخل نمیشوم، ولی کسی قسم خورده است، خب قسم رو به مادر خورده، خب به کسی دیگر، در سوره مائده است 89 بود خطا نکنم آیت که پروردگار میگوید آنهایی که قسم خورده و قسمتان را شکستید، در اینجا شما یا به 10 قنبغل خوراک میدهید یا به 10 قنبغل لباس خریده میدهید. اگر شرایط نداشته باشید 3 روز روزه میگیرید. و ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم، و این کفاره همون قسم های هست که شما شکستید. و احفظوا ایمانکم میگه در دامش اصلا قسم نشکنید اما مجبور شدید و شکستید. و پیامبر
قسم خورده قسم شکسته هستند. وقتی که پیامبر میگه من قسم میخورم و از آن بهترش رو میبینم، قسمم رو میشکنم و کفاره میدیم. وقتی کسی قسم خورد و شکست، در اینجا کفاره میدید. اون هم چی گفتیم؟ به 10 قم بغل خوراک دادن، یعنی 10 قم بغل سر میکند، خوراک پختگی دهد هم میشود، خام دهد هم میشود، 1.5 کیلوی برنج آورد، یا به 10 قم بغل آدم های به بلاغت رسیده لباس خریده میدهد که مرد باشد زن باشد فرق ندارد، با اون پوشیده نماز خوانده توانند، یعنی عورتشان پنهان شود. یا شرایط این را نداشته باشد، 3 روز پی در پی فقط روزه میگیرد. تمام، جزاک الله خیر و استاد جان. ایاکم. خواهر سمیره بفرمایند. سمیره صداتون محکم کنید، علاج گرفتن شما رو کند آمده استاده است، محکم کنید صدا رو. ام مریم سوال بدهند. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان من دو تا سوال دارم. یکم سوال استاد جان، من همه دکتر پوست رفتگی بودم یک چند ماه پیش. بعد من همه یک خال دارم، یک خال سیاه گوشتی نیست، همه خال سیاه رنگ داشت. گفتی همه خال باید ما گیریم و چی مشکل انالیز کنیم گیریم، اگر که من همه را گیرم استاد جان دمت تغییر یابه میشه؟ نه خال تغییر نمی شود. خال از اصل جسم نیست، اون بیرون از آن است. خال یک کلان در رو باشد آن رو گرفتید یا گوشت باشد یک گام مشکل نیست. خال گرفتنش تغییر خلق الله نمی شود ان شاء الله. جزاک الله خیرا. سبحان الله استاد جان سوال زیام دیادم نشد. تمام مشکل ندارد. خواهر رحیمه بفرمایند. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان با من یک توصیه میدادید که در بغیر از 5 نماز فرضی که ما میخونیم باز کدام نمازها هستند و در کدام وقت خونده میشن؟ خواهر رحیمه بهترین نماز ضحی هست. 2 رکعت نماز ضحی خواندید شما ثوابی چقدر صدقه و کمک و تسبیح ها رو میگیرید و خصوصا بعد از بامداد نخوانده، بعد از بامداد خوب نکرده اون نماز رو خواندید مثل حج فریضه ثوابش میگیرید. یعنی خیلی نماز ضحی چه 2 رکعت باشد چه 4 رکعت باشد ثوابش کلان است. پس از آفتاب برآمدن تا پیشین فرق دارد. و نماز تهجد که پیامبر قیام اللیل را ترک نمیکردند و نمازی و پروردگار ما را نزدیک میکرده وقتی اجابت دعاها هست. و اگر نماز نفل گوید درباره 2 رکعت یا 4 رکعت پیش از عصر نماز خواندن هم فضیلتش کلان است، ثواب زیاد دارد. و پیامبر بین شام و بین خفتن هم خواندگی هستند. بجز 3 وقت مکروه هر وقت میخواهید نماز میتوانید بخوانید. 3 وقت مکروه بعد از نماز بامداد تا آفتاب برآمدن پیشین و بعد از عصر تا شام است. دیگری وای که خواستید نماز نافله خوانید، اما مهمترین نمازهای نافله 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پیش از نماز عصر بجز سنت هایی که میخوانیم و نماز ضحی 2 رکعت یا 4 رکعت فرق ندارد و نماز تهجد که بهترین است چه است از نصفه شب تا وقتی بامداد بخوانید که ثوابش خیلی کلان است. یک سوال جزاک الله خیرا استاد جان، یک سوال دیگر داشتم. وقتی که آدم بوی میکند یعنی بوی عرق میکند و کوچه به نیت مردها رو به خود جلب کردن، نه به نیتی که بویش رو از خود دور کند، خود اگر عطر زند استاد جان عطر زند گناهکار میشه؟ خواهرم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای زنها عطر من کردگی نیستند. عطر بویش بلند رو و اون هم برای مخصوص کوچه و عطری که شما مثلا برای نیس کردن بوی عرق میکنید و فقط خودتان رو میفهمید مانند برای مخصوص زنها استفاده میکردگی که اون فقط خودتان اون رو حس میکنید، کسی نه شما گناهکار نمیشوید. اما نه عطری که شما راه گشتید هر کسی که در پیشتان هست یا از نزدش عبور کرده حس میکند اون گناه کبیره است. بهترش بوی عرق کنید از به گناه کبیره داخل شدن. لیکن عطرهای خیلی بویش پستم هست که از آن استفاده برده میشود. جزاک الله خیرا استاد جان، به شما خداوند اجر پاداشت. هزار رحمت. و یکم مروان نوشتگی خواهر شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. همین که شوهر تا کدام اندازه میتواند که برای علم گرفتن زن
دید باشد یا که زن را از این چیز محروم نماید. خواهرم من درباره طلب علم صحبت کرده بودم که طلب علمی که شما در خانه میکنید مثلا و حق شوهر پایمال نمی شود و اون هم طلب علمی هست که به شما فرض است دانستنش، مانند روزه و نماز و زکات و حج و مثلا هر چی که فرض است، و این شوهر حق ندارد مادامی که حقی او پایمال می شود. اما شما من طالب علمم گوید تماما نه به فرزندان نه به شوهر رسیدگی کنید. مثل بعضی خواهرها رو من یعنی نمیدونم اله دروغ باشد شنیدم که خشتامنشون یعنی بعضیشون شکایت میکنن که تا 6 ساعت با تلفن من درس میکنم، گفته از خونه نمی براید، نه خوراک نه شوهر از کار میآید، هیچ جا آماده نیست. اگر این خیلی باشد هر مرد حق دارد که بگوید درس نخونه از پای زندگی شب. اما یک ساعت درس یا بسیار خواهران ما بیرون از کشوریم، مثلا در دولتی که هستیم میخوایم زبان همان دولت رو آموزیم ولی شوهرها اجازه نمیدن. خواهرم زبان آموزی در خانه هم می شود یک. دوم در دولتی که هستید وقتی کورس مرد و زن آمیخته هست به این شوهر حق دارد، و این شوهر حق دارد که بگوید اون هم اکثریتش که مسلمان نیست، اون هم در اروپا رفته، قطعی آنها درس نمیخوانی. ولی من یعنی از روی تجربه هم میگم هر زنی که جدی میخواد زبان آموزد از خانه آموخته میتواند. از خانه معلمان و با زنها و معلمان نیستن، ولی شوهر دیدن. همینجا شما از شخصی خودتون چی گفتن میتوانید؟ من باید فهمم که چرا نمیگوید و زبان تا چه اندازه برای زن در کار است. یعنی مرد چرا نمیگوید این رو از مرد اول پرسیم. همین خیلی این به این حق ندارد گفتنم، شاید او یگان سبب دارد آنجا. انشاءالله سببش رو در درس آینده معین میکنیم و به شما میرسانیم. تمام انشاءالله. خواهر صبرینه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من باشم استاد جان. شما بفرمایید. استاد جان همین وای روحشون کلو میکنن برای همون آجنگای روشون چی کردن، اینم با وای آره تغییر خلق الله هستین. پیری رو جوان کردن. پیامبر لعنت کردن هر کسی که پیر است خود رو به جوان ها مانند میکنه. درست نیست. درست نیست. با تکسو گفته سوره درست نیست. خواهر احمد بفرمایید. احمد نوشته خواهر نیستن. تمام. الان نگهبان خواهرها تا همینجا سوال جواب قطعی درس ها. انشاءالله باز درس دیگر با هم هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.